بزرگوار آمده اینجا همراه ابوبکر یک جای آمدیم به زیارت مولانا صاحب. خداوند قبول فرماید. بسیار یک جای آرام بخش، یک جای بسیار دلپذیر است. جای بسیار مقبول اینجا من ابوبکر است. همراه آمده شیخ بابا کلان خود آمده زیارت آمده. اینجا کتابایش هست. اینقدر شمسو دوست داشته که بعد از این شمس کشته میشه. یه کتابی می‌نویسه، کتاب شعر می‌کنه. اسم کتابش اینجا کتاب دیوان کبیر است. دیوان کبیر اینجاست. اینجا کتابش هست. کسایی که مطالعه کرده می دیوان کبیر بسیار کتابش هست. دیگه اینجا فکر میکنم که اگر میری برای جان مرا فقرا جان جهان چه کنم جان ای دل رفته ز جا باز نیای سلام جامع القرآن است. سر در سال 14 چی شده؟ نه این قرآن یک قرآن است که در این زمان قرآن های بسیار قدیمی است که در زمان مانده است. یه سال 1452 است و یم در 15 است. یم از 1851 است. و دیگه خوابی ابوبکر داشتیم چی کنیم دیگه؟ اینجا هم یکی از بابایش که زمان چی شده. اینجا نمیخوام چی هست که منارش چی هست. یعنی چی خواهد بکنه؟ این که مناره چیش هست میگیر نمیخوام چی هست. جامعه ایست پروژه یه چیز هست که میگه قرآن شریف داشته شده کمک یک چیز دکتری شده است. خواه سال تبابت نه بچه میگه چیزا میبرن دوا جور میکنده. همین هم یک دیگه چیز هست. او نمیخوام یک دلار یعنی اینجا این چایش هست. میبخم کاندیل هست. کاندیل هست آدم سابقه هست. سابقه کاندیل هست. یعنی همون ایره لیره میگن. لیره که مثال داریش قرآن شریف هم میمونم. این چی هست؟ اینجا باید ماسخه میکردی. نه یا کلش تنها برای چیزایی نیاز قرآن شریف هست.
دیگه لباسا را میگیریم و لباسا را میگیریم. این لباسی چی بوده؟ بهادین ولد. لباس های بهادین ولد است که زمان بوده و ای هم از خود مولانا صاحب بزرگوار. این از خود مولانا صاحب لباسش بوده. یک تن از لباسایش بوده که بسیار شوریدگی و کنگی زیاد چی داره و بازم خوب نگاه شده. دیگه باز وسایل های دیگه هست که اینجا خلای مبارک بوده. اینجا کل مردم با زیارت میه روان قبول منظور فرمه. اینی هم وقت هست باشیم که گفته این داری خوشت آمد جا؟ خوب بود نه؟ خوب جای بود؟ اوکی بیا که بریم دیگه